دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما ابونه شدنро و لایک گذاشتنро فراموش نسازید. این همه زحمت‌ها به خاطر شماست. برای زحمت‌های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. راحت باش دخترم. ما دعای خدا میکنیم دیگه شب خداوند میمانیم. آیا با چیزی ضرورت داشتی باز برام بگو، درست است؟ حالا دیگه برو. کاش که تو دیالت نمی بودی چنان، اما او میموره در پیش چشمایم روز به روز از بین میره. او هم از خاطر ما. این کار باید خلاص شوه خلیل. باید دردای خانم چنار خلاص شوه. نباید با این عذاب وجدان از دنیا بره. خدایا خودت دردش دوا کو. حتی اگر نوقتان باشه برش کمک کو که بیگناهی خود ثابت بسازه. خدایا خواهش میکنم او رو تنها نمون. به تمام آمار شکر که یک سر پناه دارم. شکر که اولادم دیدم. اگر بگوین که خوشبختی را تعریف که شاید نتانم، اما اگر بگوین از خوشبختی چی را دیدی بازی عکس نشان میدم. کسی که خانواده را متحد نگاه کرده تو هستی. همه چیزم تو هستی. محبتی را که ما به خواهر بیادرت داده نتانستم تو دادی. ما هیچ وقتی احسانت را فراموش نمیکنم. فرض خواهر بودن ادا کردی، محبت دادی، مادری کردی برشم. سهر دختر فرشته ما،
مای دختر مثل پریمه، چطنه بچه مهربان و پاک دل من. قدرت کم بوده، یگانه خالیگاه زندگی. در زندگی فقط شما را دارم. تعریف خوشبختی فقط اسم شماست. عمرم به اندازه روزایی که همراهتون بودم است. مادر جانه، نمیتونم منو ببخش. من نمیتونم که حقیقت در دل خود نگاه کنم. اجازه نمیتونم که عمرت پوره نکده، اولادت در آغوش نگرفته از این دنیا بری. من باز اون وعده خدا از بین میبرم به خاطر تو. خاطر آوردن لبخند به لبایت هر کاری میکنم. هر چیزی که بگوی از تصمیمم منصرف نمیشم. سرم قهر شد، جیغ بزن، جنگ کن، اما من منصرف نمیشم. حالا که روز به روز عمرت کم شده میره، اجازه نمیدم که ارمان به دل بری. مادر، به هر قیمتی که شوه خواهر بیادرم از حقیقت باید خبر شد. در روزای آخر زندگیت اولادت تو را باید مادر گفته و خوش خود گرفته. بعد از این خالای شیخ خدا نی، بلکه مادرشان دو خوش خود گرفته. در بهار زندگیت اولادت همراهت نبودن، اما اجازه نمیدم حالا هم از تو دور باشن. مادر، نمیمانم قسم شوه، همه چیزا برشان میگم. خاله عایشه؟ قدرت؟ میبخشین شما خواب بودین؟ درست شما بخوابین، ما بعدن میاییم. نرو بچم، بیا بشی، به ازو خوابم نمیبرد. بیا. شفا باشه خاله عایشه جان، بسیار جگرخون شدم. نه ترس یک دانه، من خوب هستم. بیبی خوب هستم. تو واقعا خوب هستی؟ خوب هستم بچم، خوب هستم. تو را خسته ساختم. هر دقیقه میگفتم خاله عایشه جان از این پخته کو، از او پخته کو. علت مریضی شما هم شاید همی باشه. معذرت میخوایم خاله عایشه جان. قسم نگو بچم، من با خواست خود بردان آشپزی میکردم یک دانه. زنده باشی خاله عایشه جان. راستی چرا هر گپ ما را قبول میکنی؟ به قسم ما هم نازدانه خود شدیم. همین که تو خوب باشی برای ما همه چیز است. اگه تو خوب باشی ما نه کیک میخوایم و نه کلچه. فقط صحتمندی تو آرزوی ماست. بچه قندم. تشویش نکن، من خوب هستم. قدرت، تو اینجا چی میکنی بچه؟ اما چرا اینقدر چیغ میزنی مادر؟ فقط خواستم صحت خاله عایشه را بپرسم. درست است بچیم، خالت زیاد خسته نساز، بان که استراحت کنه. حالا دیگه ناراحتش نساز. ناراحت چیزو حل، فقط کم قصه میکردیم. جانم تو همیال از شفاخانه آمدی، قصه کده خود خسته نساز، بعدن قصه خود کردیم. حالا دیگه بچیم. درست است، ما میرم. خاله عایشه اگه به چیزی ضرورت داشتی باز زودتر برام احوال بده. درست است؟ تشکر، خدا من ازت راضی باشه.
بدون شما دیگه به هیچ چیز ضرورت ندارم. مادر یک دقیقه نمانده که امرای خالایشه کمی گپ بزنم. قدرت بچیم او مریض است. درست است که مریض است، من خود سرش کار نمی کنم. فقط با هم قصه میکردی. کار خوب نمی کردی. برو امرای همسن سال خود قصه کو. دوست رفیق نداری ها؟ مادر یک چیز از شما میپرسم اما لطفاً برای من راست بگوین. تو امرای خالای شهزادت میکنی؟ گپای ناق نزن بچه. ما چرا امرای او حسادت کنم؟ چی بفهمم دیگه؟ وقتی که امرای او میباشم باز فکر میکنم که تو امرای او حسادت میکنی. بسیار بد از بچه. ما چی میخوایم و تو چی فکر میکنی؟ درست است مادر جان، من خود چیزی نگفتم، همون تو فقط پرسیدم. اینقدر زود قهر نشو. توبه توبه. چی شده عروس؟ صدای تو قدرت می آمد، چی گپ است؟ چرا اینقدر قهر هستی ها؟ چیز نیست مادر جان. قهرم به خاطر قدرت نیست، به خاطر چنار است. خدا لعنتش کنه. باز چی کده؟ مادر جان چی کنه دیگه؟ هنوزم قدرت به خود نزدیک می سازه. چند دقیقه پیش مریض استم گفته سرش بلند نمیکرد. باز بچه امام ساده است، به خاطر او جگر خون میشه. اولاد خودش خلاص شد، حالا دیگه زهر خدا در وجود قدرت هم میپاشه. بفرمایین. زنده باشی دخترم. ینگه شما میخواین؟ نه میخوایم. فکر میکنی وقت قهوه نوشیده ندارم؟ برای چند بار دیگه بگویم که همراه ای دختر درست گپ بزن. معذرت میخوایم مادر جان، زیاد به تشویش هستم. ببینین دست پایم میلرزه. خالایش در اتاقش است. مادر جان چطور هستی؟ کم استراحت کرده تو نیستی؟ خدا را شکر خوب هستم. خوب بودم، همین حال بیدار شدم. بگی ایران برات آوردم. مادر بیادر چی کدی؟ هیچ کار نتونستم ندیم. باز من به عمرم گفته نتونستم که پدرش چه قسم یک آدم است. جگر خون نباش بیادر، شاید که وقتش نرسیده باشه. نه معذرت میخوایم، یگان وقت زیاد گپ میزنم بیادر. اگه عوض تو باشم شاید که من چیزی گفته نتونم. نصیحت مفت هر کس میکنه. حق با توست ندیم. تا حال یک روز از زندگیمان به راحتی سپری نکردیم ندیم، اما مجبور بودم گفته نتونستم. از امی خاطر آله عذاب وجدان میکشم، اما چیزی که به زبان گفته نتونستم در کاغذ نوشته که در برش میگم. مطمئن هستی بیادر؟ بهتر از همگی از حقیقت خبر شون و عمرم از گناه های پدر خود عزیزیاتر ضرر نبینه. کاش که او روز هیچ شب نمیشد. بیبی همگی ما چقدر خوش هستیم. چتن دست خدا سرشانیم مونده. قربانش شو. اسماره بیبی چقدر خوش است. همراه تو بود که او قسم خنده میکرد. وقتی که همراه تو باشن زیاد خوش میباشن. همیشه وقتی که یک جا میباشی
متوجه میشم که چقدر اونا خوش هستن. من وقتی که شما را خوش میبینم خوش میباشم. هر شب گریه کده خواب میکدم، اما حال شما را که خوش میبینم از برکت شما خوش هستم. مادر جان بگو سحرم. برای تو وعده داده بودم نی؟ ما به وعده خود وفا کرده نمیتونم. نمیتونم مادر. به گپات فکر میکنم اما نمیشه. قانی نمیشه. سحر دهی بارا چقدر گپ زدیم. یعنی چی که قانی نمیشی؟ قلبم راحت نیست مادر. پد کردن حقیقت از خواهر بدرم مرا ناراحت میسازه. بیبی تو هم زیاد جگر خونی میکنی. من نمیتونم که تو را در این حالت ببینم مادر. این حق ماست که اردوی ما رفته حقیقت به اونا بگویم. مادر ما حقشانو میخورم همه ترست. ما به خاطر که اونا جگر خون نشن، خفه نشن، چوب هستم. همی که خنده خوشی اونا را میبینم خوش میباشم. همی که برای خالای شب بگوین و قبول کنن. همی بر من همه چیز از دخترم میفهمی؟ مادر اقدر حق تلفی نکو. ده اصل تو حق تلفی میکنی سحر. فقط به خاطر که وجدانتی را قبول نمیکنه میخوایی همگی ما رو جگر خون بسازی. همی که از حقیقت خبر شوند دیگر روی مرم نمیبینن. تو یگانه امید ما، یگانه علت خوشی مرا از میگیری سحر. اصلا تو حق نداری کی کار کنی. تو فکر میکنی ما درباره گپات فکر نکردیم ها؟ اما نمیتونم قبول کنم دیگه. وقتی که ما را اله کرده بری نمیخوایم که پشیمان باشم. چقدر وقت میشه که همراهشون هستی. ایرام دیدی که از ما و چطن چقدر قلبای پاک دارن. قسمه که فکر میکنی او قدرم سخت دل نیست. بله سرت قهر هستن، ازت خفه هستن، اما مثل مادر کلانم بی وجدان نیستن به خاطر که ما اونا را کلان کنیم. باور کن مادر، ما اونا را بسیار خوب میشناسم. هر چیزی که بگویم بازم باور نمیکنن. فکر میکنی وقت دارم که همه چیزا رو ثابت بسازم؟ مادر جان باز چی خود کردی؟ وقتی که کار از کار تیر شده باشه باز چی میکنی؟ قسمی که فکر میکنی او تو نمیشه. مادر چرا نمیفهمی؟ بیبی من بالاشان باور دارم. حق با تو است. حق نداری که بیگناهی ثابت بسازی. اما پس چند روز خفگیشان تحمل میتونی مادر جان. من سر تو باور دارم. وجدانم میره قبول نمیکنم مادر جان. اما لطفاً بان که ای کار کنم مادر. درست است دخترم، درست است. بگی زنگ بزن. زنگ بزن و خواهر رو بیادر هدیه خواهر رو بخوای. چی سهل داری؟ بگی زنگ بزن. نه وقتی قبول نمی کنی با زنگ بزن که کار خلاص شوه. بله باید خلاص شوه. بعد از او خود فهمیدی که من حق با جانب بودم و ناق با هم دیگه جره بس میکنیم. اول بس ما زنگ میزنم. بچه بعد از خواندن نامه تو پدرت میشناسی و میفهمی که چقدر گناهکار است. بچه میخوایم ازت معذرت بخوایم، اما ایره میفهمم که بعد از خواندن نامه تام مرا نخواد بخشیدی. باز وقت تسلیم به دست تو است مرا که ای پدر گناهکارت میبخشی یا که نمیبخشی. بچه اما تو کوشش کن که مثل من نباشی. همیشه عادل باش. قلبت همیشه از بدی ها دور نگاه کن. با همگی مهربان باش و در هر کار خداوند حاضر ببین.
کارایی را که من نتونستم تو انجام بده. با وجدان باش، مهربان باش، راست باش، صادق باش. مثل پدرت در جرم هیچ کس شریک نشو بچه. کوشش کو به هیچ وجه خدا به گناه کس شریک نسازی. انسان ها دفن میشه، اما گناه ها، دروغ ها، بدی هایشان دفن نمیشه. همیشه صدای حقیقت بلند کو، طرفدار حقیقت باش و صدای وجدانت بشنو. وجدان از بین نمیره بچه. من میفهمم که انسانای خوب و با وجدان چقدر با اشخاص گناهکار و مجرم فرق دارن. میفهمم که به خاطر یک اشتباه خود یک شخص بیگناه را 20 سال زندانی ساختم. 20 سال به خاطر این کارم پشیمان هستم. هر لحظه عذاب وجدان میکشم بچه. من باعث شدم که یک مادر از اولادای خود در قدر سالا دور ماند و این بزرگترین درد بر یک مادر است. حالا که ما میخوایم اون مادر به اولادای خود برسه، اینقدر روز زندگی اون مادر نمانده که با اولادای خود سپری کنن. مارا کارداشن آقا ترگوت. خلیل چی شد؟ کاری را که گفتم انجام بدین. درست است آقا. تو مرا مجبور به این کار ساختی خلیل. قسمی که وعده داده بودی باید دهنت بسته نگاه میکردی. باز حال ارزوی ما در این مشکل نمیفتادیم. ندیم گوش کن. بله بیادر. ایره به دست کسی به خانم عدیه روان کن. ایرم در بینش بان. یکیش به امنیت میره و دیگهش هم به عمر باید برسه. وقتش که رسید باز برات میگم. با امنیت میره؟ ای خدا تو. تشکر خاله هدیه. زنده باشین خاله. نوش جانتان. شما چایتان بنوشین. اونم در آستان بسیار زود میاین اولادا. خاله هدیه، خواهرم چرا ما رو اینجا خواستن؟ کدام چیزی براتون گفته؟ خاله شمیه چرا دیر کرد؟ چیزی شده؟ چی شده دیگه جانم؟ حتما خاله شاید خسته شده. باز شاید خواهرتم خواسته که چند دقیقه بچه کر ببرش به قدمی. خوب است، مقصد کدام گپ نباشه. خواهر بیدرت بیبی از هیچ چیزی خبر ندارن. چقدر خوش معلوم میشن. همه تو نیست. خوب بیبی، چون وقتی که از حقیقت خبر شون بار دیگه یک قسم نمی بینن. فقط به خاطر یک گپ همه چیز فراموش میکنن. دوباره نفرتشان نسبت به مادرشان تازه میشه. مادر خدا قاتل فکر میکنن و هیچ وقت او را نخواد بخشیدن. اشتباه میکنی مادر. ما اونا را بهتر از تو میشناسم. بالاخره همه چیز قبول میکنن. من باور دارم. درست است. برو بپرس. اگه مادر ما زنده باشه بیایه برتون بگویه که من مادرتون است و بیگناه هستم. باز باور میکنین؟ مرا میبخشین. برو بپرس دخترم. برو بپرس جواب خدا بگی. ای بار خود فهمیدی که من چقدر حق به جا نبستم مادر جان. خوش آمدین. ما منتظر شما بودیم.
خالایشه چطور هستین؟ خوب هستم بچم، زنده باشی. خوش آمدی خواهر جانم. فکر میکردم که استراحت میکنی، اما ماشاءالله میبینم که بسیار خوب هستی. خوب خواستی نه؟ خوب هستم خواهر جان، خدا را شکر. خواهر چطور شده؟ شما خوب هستین؟ چیزی نیست جانم، یک کار به یادم آمد که باید انجام میدادم، ده او باره فکر میکردم. قسم استاد نشین دوستا. حالا دیگه لطفاً بشینین، ما براتون چای میارم، فهمیدین؟ ترگوت چی شده؟ ای چی حالف؟ امی که آمدی مستقیم به اینجا آمدی، کدام چیز شده؟ چیزی نیست زحل. بازم سرخلی قهرستی؟ هنوزم میخوایی که بچه نار چیز بگویه؟ نه که دهنش بسته نکدی؟ تشویش نکو زحل، لازم نیست به خاطر خلیل به تشویش باشیم. یک راه را پیدا کردم پور چوب بسازم. همیشه همه قسم میگی، اما او آدم هیچ هوشیار نشد ترگوت. هر روز یک مشکل نو جور میکنه. نه خیر ای بارو قسم نمیشه. این مشکل از بیخ بنیادش حل میکنم. چند دفعه برای شختار دادم، گفتم مرا مجبور نساز کاری را که بعداً پشیمان شوی انجام بدم، اما گوش نکرد. دیگه گناهش در گردن خودش است، بعد از این مسئولیتش در گردن خودش از زحل. ترگوت نه که او مرا بله زحل، بسیار زیاد فکر کردم کسی ضرر نبینه، اما او احمق میخواد زحمت 20 ساله ما از بین ببره. خواهر ای قسم بجل ما را خواستین به تشویش شدم، کدام مشکل خونه است نی؟ لطفاً بگوین. چیزی نیست بیادر جان، خواستم که با هم یک جا باشیم. بسیار کارو خوب کردی، من به تشویش خالایشه بودم. راستش نخواستم اینا را ناراحت بسازم. شما خوب هستین خالایشه؟ خوب هستم دخترم، تشویش نکن. بعد از این باید متوجه خود باشین، ما نمیخوایم شما را از دست بدیم. خداوند شما راضی باش اولاده. شما و سحر برام بسیار ارزش دارین. نمیخوایم که قلب شما را بشکنانم. اما امروز کسی که به حمایتتان ضرورت داره من نیستم، خواهرتان است. چرا؟ چیزی شده؟ دی روزا کمی فرصت پیدا کردیم و با هم گپ زدیم. گپ بالاخره از دهنش برآمد. گفت بیمادری سخت‌ترین مشکل زندگی است. گفت که بسیار زیاد کوشش کرده که شما بیمادری را احساس نکنین، اما فکر میکنه که کاری نکرده. مام فکر کردم اگه احساستانه برش بگوین باز سرش تاثیر خواهد کرد. خواهر جان، از نمی خاطر تشویش میکدی؟ چرا این گپا را به ما نگفتی؟ فکر میکدی را ما نمیفهمیم که تو چقدر فداکاری کردی. تو با ما هم خواهر بودی و هم مادر، هیچ حقتو ادا نمیتونیم. خواهر اگه شما نمی بودین من نمیتونستم سر پای مستاد شوم. شما جوانیتون فراموش کردین، به ما مادری کردین. هرچی کنم نمیتونم حقتون جبران کنم. خداوند از شما راضی باشه. زنده باشین. میفهمم که قسم فکر میکنین، اما بازم جای محبت مادره پر ساخته نمیتونه. همه تو نیست. وقت مادر نباشه باز همیشه در زندگی انسان یک خالیگاه میباشه.
این خود گناه شما نیست خواهر. هرچی که میتونستین بر ما انجام دادین. البته که گناه سحر نیست، شاید گناه مادرتان باشه. مجبور نیستیم که درباره او خانم بحث کنیم. چرا؟ اگر مادر ما زنده می بود و اینجا آمده می گفت که او بیگناه است، باز قبول کرده او را در آغوش نمی گرفتی؟ خواهر شما میخواین چی بگوین؟ این گپ دیگه از کجا شد ها؟ او قاتل دیگه مادر من نگوین. او فقط یک بیگانه است، فقط یک بیگانه. او زن پدر ما را از بین برد، خودشان مرد و از این دنیا رفت. ایره قبول میکنم خواهر. میشه بگویی که به کدام روی پیش ما خط آمد ها؟ اولادای خورد خود الا کده رفته بود، حالا به کدام روی پیش ما میآید؟ ما او قسم مادر نمیخواهیم. بهتره این گپ دیگه اینجا بسته میکنیم. اگر واقعا بیگناه باشه چی؟ اگر قاتل پدر ما او نباشه چی؟ اگر بالاش تهمت شده باشه چی؟ بازم او را نمیبخشیدی؟ خواهر ده چی میگی؟ درباره بیگناهی که گپ میزنی؟ در این کشور قانون است، نظم است. اگر ثبوت نمیداشتن بازندانی نمیشد. تو درباره چی میخوای گپ بزنی؟ ای قسم نگو اسما، تمام زندان از مردمای بیگناه پرد. تو درباره کدام قانون گپ میزنی؟ اگر او زن نمیمرد باز با دستای خود از بین میبردمش. خونه پدرم به جواب نمیماندم. درست از دیگه ایگه پا بسته میکنیم. از این بیشتر خود خسته نمیسازیم. به اجازتان ما باید دواخانه برم. دوای خدا فراموش کردیم. قبول میکنم خواهر. میشه بگویی که با کدام روی پیش ما خط آمد؟ او ما را اعلام کرده بود. چطور پیش روی ما خط آمد؟ چطور روی ما چشم بچشم خط شد؟ او قسم مادر نمیخوایم. از بودنش کنه نبودنش بهتره. اگر او زن نمیمرد باز با دستای خود از بین میبردمش. خونه پدرم به جواب نمیماندم. نه خود خسته میسازیم. من میفهمم او زن بیگناه نیست، گناه کار است. این گپا دیگه از کجا شد؟ معذرت میخوایم. نمیخواستم که شما را جگر خون بسازم. خواهر جان معذرت میخوایم که سر چیغ زدم، اما وقتی که گپ و قاتلیات میشه باز مانی قهر خود شده نمیتونم. تو میفهمی؟ نمیخوایم درباره او زن گپ بزنم، اما ما به محبت شفاقت و زن ضرورت نداریم. بانین دیگه عزیزه، صدقتان شما قسم نگوی. نفرت درونتان فقط به خودتان ضرر میرسانه. به این اندازم دیگه خود دلسیا نکنین. او زن زندگی ما را تباه ساخته خاله دیه. اگر میفهمیدین که بالای ما چی تیر شده این قسم نمیگفتین. به هر صورت این موضوع را دیگه بسته میکنیم. فکر کنین چیزی نگفتیم. با این کار ما نه خالای شرم جگرخون ساختیم. ببین بیچاره جگرخون شد و رفت. البته که دلش سوخت. حق با توست. نباید در مقابل او گپ میزدیم. من یک دفعه رفته او را میبینم. کاش که حق به جانب نمی بودم. کاش که قسمی که سحر می گفت ترسناک می بود.
میفهمیدم که قسم میشه اما بازم امیدوار بودم. میگفتم شاید سحرم حق به جانب باشه، شاید اونا مرا ببخشن، اما نبخشیدن. برات گفتم سحر، گفتم که مرا نمیبخشن. اونا فکر میکنن که من قاتل پدرشان هستم. هیچ وقت اونا مرا نمیبخشن. شما چرا بولونیای تر نمیخورین اولادا؟ چایم تا زدم کردین؟ زحمت بکشین خاله دیه، بیازه چیز دل ما نمیشه. باید هم ما سر وظیفه خود بریم. مام دیگه میرم. میبخشین که وقت شما رو ضایع کردیم. درست است، هر قسم که میخواین. معذرت میخوایم خاله دیه، شما رو جگر خون ساختیم. بشک از طرف ما از خاله شما معذرت بخواین. دیگه چه قسم گپ است دختر جان؟ انسان است دیگه، تشویش نکنین. خاله شیطانم شما را درک میکنه. انشالله خداوند از اونا راضی باشه. خداحافظ. خداوند کارایتان آسان بسازه انشالله. معذرت میخوایم مادر، دردای خودت کم بود که حاله به خاطر مام جگر خون شدی. معذرت میخوایم. فکر میکردم که بعد از این همه سالا شاید کینه هایشان کم شده باشه. لطفا مرا ببخش، من نمیفهمیدم که این قسم میشه. برات خود گفتم اما تو به گپای ما گوش نکردی. این قسم همگی ما را جگر خون ساختی. خودتا، مرا، خواهرتا و بیدرتا. باید ای کار میشد، تو اینا خوب میفهمیدی. حالا فهمیدی که چرا نمیخواستم برشان حقیقت بگویم؟ فهمیدی چرا نمیخواستم برشان بگویم که من مادرتان هستم؟ حالا دیدی که او در مقابل مادرشان چقدر کینه و نفرت دارن. بالاخره کینه و نفرت چشمایشان دیدی سحر جواب بده. مادر لطفا مرا ببخش. هر چیزی که گفتن مثل یک خنجر به قلبم میخورد. حالا فهمیدم که کینه اولادم از مرگ ممکنه بدتر است. این کینه و بغض اونا از تمام مشکلات مکر زیادتر است. حتی در زندانم قدر زجر ندیدم. مادر جان چی میشه؟ خواهش میکنم دیگه هر دیم بالا زجر ندی لطفا. من خودم میخواستم که این قسم شوم. یگونه خواستم ای بود که خوش باشی. خواستم به آرزوهای تمام زندگیت برسی. خواستم به اولادهایت برسی. مادر جان لطفا مرا ببخش. دیگه هیچ کاری نمیکنم که تو را خفه بسازم. در زندگی همه چیز به خواست ما پیش نمیره. حالا هیره فهمیده که هیچ چیزه به خواست خود تغییر دادن نمیتونه. به چیزایی که داریم باید قانع باشه. اگر نی از دست ما میره. باید قدر خوشی های خود بدانیم. نشه که زندگی اونا را از ما بگیره. من راضی هستم که تا ابد فقط خالایش باقی بانم. لطفا دخترم تو هم حقیقت بفهم. حق با توست. معذرت میخوایم. لطفا مرا ببخش. مرا بخشیدی.
رادیو شماسته؟ بله. چی شده؟ نیک آمدی که بلانیه مزدار رو داغ بخوری ها بچه اگه که قندل. بیا اینجا بشید که برتی یک دانه پخته کنم. پولام نمیگیرم. این آمه رو باید بخونم کنار بدی. ایره کی روان کده؟ نامش هم نوشتن نیست. بچه اینجا بیا. انشالله که خیرت باشه. درست است بیادر، حالش کردم. بعد از بچه حسین بیادر به هدیه روان کردم. زنده باشی. دو نام دیگران بعد از رفتن ما به صاحبشان روان میکنی؟ درست است بیادر، تو تشویش نکن. حالا دیگه مادر جان بخیز کم قدم özledim seni هنوزم سرم قهر استی aylar geçti قهر نیستم دختر فقط قلبم شکسته کاش که از اول گپ ما قبول میکردی و این همه نمیشد حق با توست مادر و بسیار یک اشتباه بزرگ کردم راستش من فکر میکردم که شاید خواهر برادرم تو را ببخشم بازم مسرت میخواد چیزی که میشد شد دیگه مهمی است که دوباره این اشتباه انجام ندی به زود درس خود گرفته تا که من بیگناهی خود ثابت نکنم مرا نمیبخشد همه قدرم شکر است همه که تو مادرت بخشیدی یا یک لطف خداوند است شاید هدیه خواهر به دکان آمده باشه بگی بره مادر و دختر یک جای چای گرم برنشم کمی راحت بخواد شده درست است مادر جان میری پیامم روان میکنه احمق دمت جان یک دانیم میفهمم که بالایم بسیار قهر استی هرچه نباشه قلبت شکستاندیم اما قسم میخورم که بیگناه هستم یک دفعه تو را ببینم باز با چشمایم ببین مطمئن هستم که میفهمی که من بیگناه هستم در لب سرک منتظرت هستم لطفاً بیا میخوایم فقط 2 دقیقه امرت گپ بزنم میخوایی که مطرد بخوایم درست است اول مرا آزار بده باز بعد از اون مطرد بخوای مرا تو دخترای بیعقل فکر کردی هنوز نمیفهمی که من کی هستم میرم و برش میفهمانم که من کی هستم اگر نه باز هوشیار نخواد شوه سلام ناوقت خانه کردم خوش آمدین نه خیر وقت داریم اگه خواسته باشین همیال مبراییم اول شکم خود سیر میکنیم بعدشم با محکمه میریم درسته خیرت باشه کجا میرین؟ میریم بیرون که یگان چیز بخوریم بسیار بد است مرام باید دعوت میکردین فکرم بود که بگویم اما گفته بودی که بعد از پیشین جلسه داری منتظر دعوت نباش آماده میتونی آی فراموش کرده بودم جانم خب دیگه ما میریم اوقات خوش بک اوف این طالعه مرا ببین آی حتی عمر از وقت جلسه هم خبر داره این حالت مرا ببین به خاطر دختر بیعقل تا هنوز منتظر هستم
دمت هرچی که میگی زودتر بگو. باید دوباره خونه برم. این کارا نکن لطفا دمت. بیا که در یک جای آرام بشینیم و با هم گپ بزنیم جانم. در یگان رستوران میریم. نه خدا به زحمت نساز. با این کارات مرا فریب دادن نمیتونی. زدم دیگه چیزی برای گفتنم نمانده. دیگه چاره نداری قدرت بچیم. باید گپایی را گوش کنی. اگه نه بازی دختر از دست میتی. اگه آمدی که یک قسم لخ لخ سیل کنی باز من وقت ندارم. یعنی به همین خاطر مرا خواسته بودی قدرت؟ دمت صبر کن. میخوایم تو همراه خانواده معرفی کنم. چای داری خواهر جان؟ چطور نداشته باشم. یک چای مزه‌دار الدار دارم. شما بشینین من براتان میارم. چنار ببین امروز صبح یک فلکری به تو آورد. گفت که به تو میتم. ازش پرسیدم که کی داده اما برام نگفت. تو به خدای من کی اون کده میتنه؟ حالا دیگه بازش که ببینم که چی هست. اصلا تا بالا بسیار فکر کردم در این باره. خانم چنار به خاطر موضوعی که نیمه باقی مانده بود ساعت 2 بجه در همون مکان منتظرت می باشم. خلیل. باید قبول کنم که در اصل چای و کلچه فقط یک بهانه بود خانم اسما. اما خواستم یک کمی یاد از روزهای پانتون کنی. این چای و کلچه صبحانه دلخواهیم است. راستش تا وقتی که از این کلچه مزه‌دار نمیخوردم داخل صنف نمیشدم عمر جان. فکر میکنم که به خاطر پدرم که من خوشبخت هستم. پدر جانم فقط به خاطر ما صبح وقت بیدار میشد کلچه و چای آماده میکرد. من پیش از اینکه به پانتون برم به قهوه خانه میرفتم قهوه خود نوشیده بعدش باز میرفتم. چقدر خوب. کاکایم بسیار یک پدر خوبه. ولی همونطور است. این کارشان هرگز جبران نمیتونم. حداقل او برابرتان میگم که شاید تکراری باشه اما اگه دربارش نگویم باز فکر میکنم حقش خورده باشه. پدرم است، هم مادرم است، هم دوستم، هم بیادرم. تمام زندگیم است. مادر جان منتظر چی هستی؟ حالا دیگه بخیز که بری. بشی دختره ما هیچ جایی نمیریم. یعنی چی؟ مذاق میکنی ها؟ چرا نمیریم؟ حالا بخیز که بری. بشی سحر ای بار نمیشه. اجازه نمیتم که او خلیل مرا بازم فریب بده. میفهمم که بازم نمیایه. نمیخوایم که با فریب دادن ما خوشی به دست بیاره. من نمیتونم که هیرم تحمل کنم سحر. چطور تحمل نمیتونی مادر؟ تو نبودی که دستدان بدونی که خسته شوی دعا میکردی ها؟ تو نبودی که حتی یک لحظه هم امید خود از دست ندادی؟ حالا چرا تو میگی؟ چرا میگی نمیخوایم برم؟ 1000 بارم بخواه نخواه بازم میری. لطفا قسم نکن. اگر بریم چی از دست خود دادیم ها؟ شاید که بیگناهی ثابت کنم. شاید که روز قبول دعاهای ما امروز باشه. خدا فریب نمیتیم سحر. باید ایره یاد بگیریم که بدون حقیقت زندگی کنیم و بدون حقیقت بمیریم. لطفا دیگه نمیخوایم که ناقومت وار شوم سحر. چلا نشو جانه. لطفا دختر کم دیگه هم صبر کو خانم چنار. شاید که دیر شده باشه اما بیگناهی تا همگی خواهد فهمیدن.
بعد از این تو میتونی به همگی بیگناهیت ثابت بسازی. هر کسی که به تو توهین کرده بود دقیقاً به خود توهین کرده بود. خانم چنار، تو بعد از این به اولادایت خاطر رسیدی چون که یک زن با همت و شجاع هستی. تو مرا نببخشی من میفهمم، اما بالاخره وجدانم آرام خواهد شد. لطفا راحت باشین. شنیدن قصای پدرتان بسیار برام لذت بخشد. شاید طفلیت خود در زندگی شما پیدا کنم. نمیفهمم. بسیار عجیب رویه میکنم اما تو نیست. معذرت میخوایم. نه خیر، من واقعا جگرخون نمیشم. هر کس در زندگی خود یک خالیگاهی داره قامر، اما نباید جگرخون باشیم که چرا خالیگاه داریم. البته که همونطور است، اما یاد کردن خالیگاه زندگی ما هم کدام فایده نداره. یعنی ای که ما پدر نداشتیم و همراهش نبودیم، عادت کردن با کسی که پدر داشت کار خوب نیست. خوش دیدن کسی که براش ارزش قائل هستم مرا بسیار زیاد خوش میسازه. آمد کاملا هدف قرار گرفت. منتظر امرتان هستم مخاطب. مادر، پیشتر گفتی تا که بیگناهی تا ثابت نکنی کسی بالایت باور نمیکنه. فکر که وقت است موجتن حقیقت بفهمن باز چه قسم دارد آغوش میگیره. شاید که او خلیل نام بازم نبیه و ما را فریب بده. اما اگه بیایه چی؟ میگی که تحمل نمیتونی، میگی که تو را فریب خود داد، اما هرچی نباشه یک احتمال کوچک است که میتونی به اولادت برسی. ارزش نداره که یک بار امتحان کنی؟ داره دخترم، ارزش داره. همی که خواهر بیادرت مرا مادر بگوید تمام زندگی خدا فدا میکنم. بله مادر جان، ما دیگه هیچ چیزه بر از دست دادن نداریم. حالا دیگه باید همیاله بریم. درست است دخترم. بخیر برین انشالله. خداوند کارتان آسان بسازه. خداوند قلب و آدم نرم بساز. انسان از جمله مخلوقات هستند که همه چیز از پدر و مادر خود یاد میگیرند. اگر خداوند نصیب کنه یک روز ما هم پدر شوم، قسمی که پدر مرا پرورش داد ما اولادای خود پرورش خود دادم انشالله. مثلا درست، صادق، مهربان و دلسوز می باشم انشالله. اما بعضی انسان ها مثل والدینشان عمل نمی کنن. چیزی را که ندیدن و نشنیدن همیشه به او باور میکنن. مثلا اگه من مادر شدم باز هیچ وقت مثل مادر خود نمی باشم. صمیمیت، مهربانی را که مادرم از ما گرفته بود ما او را به اولاد خود خواد دادم. اجازه نمیتم که کم بوده چیز را احساس کنن. اونا را هیچ وقت جگر خون نمی سازم. در این باره هیچ شک ندارم. شما را جگرخون ساختم، لطفا مرا ببخشین. اما فکر میکنم وقتش رسیده که موضوع را تغییر بدیم ها؟ چی میگین؟ یک کلچه دگام بخواهیم؟ درست است. مادر جان همین دقیقه آمدیم. امید خود از دست ندیم. حالا دیگه بیا که بشینیم. درست است دخترم، میشینیم.
کم مانده خلیل. زندگی او زن بیچاره را ازش گرفتی، حالا دیگه باید جزایی همه را خودت ببینی. اولادای او مادر ازش گرفتی و یتیم ساختی خلیل. به خاطر زندگی بچه خود زندگی یک خانواده را تباه ساختی خلیل. روزش رسیده که به جزای تمام گناه های خود پی ببری. بسیار کم مانده خلیل. فهمیدم آقا ترگات. باور کو که ای بار میآید. لطفا خدا از دست نده. من میشه که وجدان خدا راحت ساخته نتونسته. اگر نه باز چرا بازم نامه روان میکرد؟ میفهمیدم که آسان نیست آقا خلیل. خدا از دست نده. دیگه هیچ رای فرار برات نمانده. بسیار تشکر. خداوندا تو برم کمک کن. میبخشید میشه 2 دانه چای بیاری؟ درست است خانم. آیا جان عمرت اینقدر بی‌ارزش است آقا خلیل؟ برات اجدار داده بودم. عیف بچیت. چیز دیگه میخواین؟ نه خیر تشکر. هنوزم نامده. برات گفتم که نمیایه. برات گفتم که او نمیایه. مادر جان آرام باش. حالا چای تا بنوش. بیبی من بسیار راحت هستم. تو هم کمه راحت باش. فقط یک چیز فکر کن. وقتی که سری این میز بلند شدی بیگناهیتم ثابت خود شد مادر. در ضمن از ما خناق وکیل نشده. رفته برش کلی چیزا میگیم. او خیلی نامم قانع میسازیم. او هم همراه ما خواهد آمد. یک دفعه بیایه. یک دفعه با چشمای خود ببینم. با گوشای خود بشنوم. باز همه چیز خوب خود شد. نه خیر. عمر ما چیزی نشده. نه خیر جانم. میخواه که مرا بترسونه.
در این وقت عمرم کجا می باشم؟ یا که دفتر می باشم یا که به محکمه. بچه موبایل تا جواب بده. قربانت شام موبایل تا جواب بده. او خدای من چی حاله؟ آقا من مشکل نباشین که نمارین آقا من. لطفاً امبولانس بخواین. خدای لطفاً کمک کن. خواهش میکنم لطفاً امبولانس بخواین. عمر صدقه چون بچه موبایل تا جواب بده. بچه لطفاً جواب بده. کاکا خلیل بچیم تلفن را جواب بده. خدایا تو از اولادم مواظبت کن. عمر صدای من میشنوی؟ عمرم صدای من میشنوی؟ بله کاکا جان. من اسما دخترم. عمرم کجاست؟ سرا مر فیر کردن کاکا خلیل. طرف شفاخانه روان هستیم. عمر بچم چای تازه براتان بیارم؟ نه خیر بچم زنده باشی. حالا دخترم بخست که بریم. میایم مادر لطفاً. نمیایه دخترم نمیایه سهر. علتشان هم میفهمم. شاید که بترسه. شاید میخواه که مرا مسخره کنه. اما فقط یک چیزم میفهمم. ما ناقینجا منتظر هستیم دخترم. وقت میخواسته بیگناهی خود به تو به اثبات برسانم او روزم نامده بود. چه قسم آرزوهای من از بین برد. حالا هم نمیایه. دیگه منتظر بودن نمیتونم. کسی که نمیخواه بیایه پس ما منتظرش بودن نمیتونیم و اینجا شته نمیتونیم. تو امنا خود خسته نستوست. با یک آرزو امیدوار نباش. من منتظر می باشم مادر. تو برو. قسمه که گفتی تو امیدوار نباش. اما من می باشم. چرا که او آدم بیایه من می فهمم. نمیایه سهر. نمیایه.
نمیآید سهر. اما برای چرا نامه نوشته کرد؟ چرا ازت خواست که به اینجا بیاییم؟ علتش من میفهمم. شاید که بترسم، شاید میخوای که مرا مسخره کنم، اما فقط یک چیز میفهمم. ما منتظر هستیم. وقتی میخواستم به تو بگنایم و به اثبات برسانم اون روزم نامده بود. چه قسم ارزوی مرا از بین برد، حالی هم نمیآید. تو حق نداری همراه ما این کار کنی. کی هستی ها؟ کی هستی؟ تو حق نداری که همراه ما این کار کنی. بچه‌م عمرم، بچه‌م کجاست؟ عمرم هم اینجا آوردن. کجاست بیادر؟ نمیفهمم کاکا. عمرم من چی کنه بچه؟ کاکا جان خوب هستی؟ بخیز لطفا. عمرم کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ درست است، بچه تا پیدا میکنیم. اول آرام باش لازم. کاکا خلیل. اسما دخترم. عمرم کجاست؟ وضعیتش خوب است ها؟ برام بگو که زنده است. بگو که زنده است لطفا. زنده است اسما؟ زنده میمونه کاکا خلیل. عمر قویه، تو را چیز نمیشه. نمیفهمم کاکا خلیل. او کی است؟ از عمر چی خواسته میتونه؟ چرا این کار کرد؟ چرا خواست جان عمر بگیره؟ عقلم قبول کنه نمیتونه. هیچ باورم نمیشه. وقتی که فایل کردی کسی ندید نه؟ آفرین فاتح، آفرین. گوش کو که چی میگم. هر چی زودتر او اسلحه را گم کو. برای چند وقت خودم گم کو. آی خلیل، برات گفته بودم که جزای گناه پدر اولادان میپردازن، اما هیچ نفهمیدی. از دست خودت است. بچه‌ت به خاطر تو دی حالت رسیده. از صبح تا حال مادر دم قسم جگرخون 6 تا دخترم. بچه‌م چطور است؟ هرچی که بتانیم انجام میتیم. به خاطر توقف دادن خونریزی عملیاتش میکنیم. پرستار اگه اتاق عملیات آماده کنین خوب میشه. درست است دکتر صاحب، همیاله. دکتر صاحب لطفاً بچه من نجات بدین. به خاطر خدا او رو نجات بدین دکتر صاحب. نامت همتون نیست. نامت حق با تو بود. وقتی که سالهای پیش اولی نامه خدا برم روان کرده بود، هر روز با مو امید بیدار می شدم. می گفتم که شاید امروز باشه، شاید او خلیل نام بیایه و به من بگویه که تو بیگناستی، ما همه چیز دیدیم. اما او هیچ وقت نامد. معلوم میشه که بعد از دیوم نخواد بیایه. تو هم هیچ وقت امیدوار نباش. وقتی که غیرت نداره پیش ما بیایه.
باز من او را پیدا میکنم تا که حقیقت نگویم پشتش اعلان نمیکنم. ببین مادر، حتی عدیه خواهر را پیدا کرده. مطمئن هستم او آدم ده همین اطراف ما است. او را پیدا میکن. سحر ای کارا نکو دختره، من بسیار خسته شده دیگه. وقت من مصروف ای کارا نمیکنم. میخوایم که باقی مانده عمر من همراه شما سپری کنم. لطفا تو هم پشت شهلابت جانه. نمیخوایم که نام خلیل بشنوم. اگر کمی هم مرا دوست داری باز ادامه و آدم خدا ننداز. بله. چی میگی آقا ندیم ها؟ چطور بر میخورده؟ در کدام شفاخانه؟ خداوند نجاتش بده انشالله. درست است دخترم. بچه آقا خلیل عمر بر میخورده. چی؟ او خدای من، فعلا در شفاخانه است، عملیات میشه. خداوند نجاتش بده. خانم پرستار، بچه این چطور است؟ نجات خواه پیدا میکنه؟ لطفاً برام بگوین لطفاً. فعلا در موردش هیچ چیز گفتن نمیتونیم. بچه‌تان به خون ضرورت داره. گروه خون شما مطابقت میکنه؟ نه خیر. گروه خون ما مثبت ای است. اگه مطابقت میکنه و برش خون میتام. متاسف هستم، به گروه خون او مثبت ضرورت داریم. کدام کسی دیگر را ندارین؟ کاکا خلیل، عمر چطور است؟ خوب است؟ اپک دخترم، گروه خونت چی است؟ عمرم به خون ضرورت داره. او مثبت است. اگه مطابقت میکنه من خون میتام. فرمایین امرای ما بیایین. خدایا خودت بچه من نجات بده. خدا جگر خون اسازن کاکا خلیل. آره خب خونم پیدا شد. شما تشویش نکنی، او را هیچ چیز نمیشه. اگه عمرم چیز شوه باز من زنده بوده نمیتونم. مام خواد مردم. اگه عمرم چیز شوه تابوت مرم یک جای امرایش دفن کنیم. خدا نکنه کاکا خلیل، اتو نگوین. لطفا اینجا بشینید. اشتباهی من، تمامش اشتباهی من. از خاطر من این اتفاق رخ داده. بیا بیادر، بیا اینجا بشی. وقت پیش حوزه رسیدم از این گپ خبر شدم. نامه جیبم است. پیش از اینکه فرستاده شوه پس میگیرم. یعنی باز گناه ها دشان این بار شد. میگی جزایت بچهت خواد دید. خدایا عذر میکنم فریادی پدر گناهکار بشنو. اولاد ما برم پس بده. آماده هستم که به جهنم برم، اما جزای گناه های ما رو با بچه نده لطفا. شفا باشه، بخیر خوب شوه. زنده باشین. امی که خبر شدم دویده آمدم. حالا عمر چطور است؟ خوب است؟ شفا باشه. عدی خواهر سلام گفت. امی که فرمایشاتش خلاص شد اینجا می. زنده باشین. عمر به عملیات خانه بردن. به می خاطر به تشویش هستم. خداوند حتما سرش رحم میکنه. آقا خلیل اولاد شما را زودتر خوب خواهد کرد. خداوند ما را کمک کنه انشالله. بیادر کجا میری؟ میرم که یک بار دستوری ما بشویم. آقا خلیل
به خاطر صحتمندی بچه‌تان من دعا میکنم. خداوند به شما درد اولاد نشان نده. خانم چنار کاش میفهمیدی زندگی تو را ما تبا ساختیم خانم چنار. تهمتی که بالایت بسته کردن مقصرش هستم خانم چنار. مادر جان ازتان یک خواهش داشتم. فردا بسیار یک مهمان مهم جمعی آیه. میشه ای بچه تان خفه نساخته یک نان مزه‌دار آماده کنین؟ خیریت باشه بچیم. مهمان بسیار مهم تو کی است؟ یک دوستم است که میخوایم امرایتان معرفی کنم مادر. کدام دوستت؟ مادر جان لطفا خودتان بفهمین دیگه. بچه یک دانه ما چرا از اول برم نگفتی؟ او دختر کی است؟ من میشناسمش. مادر جان بیاز فردا میبینیش دیگه. بان که راز باشه. اینه که دختر خانم فیروزه است بچیم. بیاز ما او دختره بسیار دوست دارم. به خانواده ما بسیار مناسب است بچیم. همتنی؟ مادر جان گفتم دیگه تا فردا یک راز باشه. پس من از امیال آمادگی ها رو شروع میکنم. جانان بیا دا جایت بشی. بچیم چطور از دکتر صاحب؟ نجات پیدا میکنه؟ چشمتان روشن. عملیات موفقانه سپری شد. خدای هزار بار شکرت. خدا را هزار بار شکر. دعای مرا بالاخره قبول کرد. او کاملا خوب شده دکتر صاحب. مشکل خوب پیش نمیشه. نه خیر شما تشویش نکنین. شاید کم وقت بگیره اما کدام خطری به زندگیشان وجود نداره. حتما کدام وقت یک کار نیک در زندگی انجام دادین. اگه مرمی کم دیگه هم پایین تر ثابت میکرد باز حتما زندگیشان به خطر مواجه میشد. زنده باشین دکتر صاحب. خداوند از شما راضی باشه. حالا برات نشان میدم که زخمی ساختن بچیم یعنی چی. این کارتا به جواب نمیمانم ترگوت. به خاطر کاکا خلیل بسیار جیگرخون شدم. به خاطر از دست دادن بچیش اقدر ترسیده بود که حتی وقت نجاتم پیدا کرد خوش نشد. بیهزو برش مشکل بود اما خدا را شکر که عمر خوب است. خداوند به هیچ کس درد اولاد نشان نده. آمین. خداوند همگی ما را از بلاها دور داشته باشه. بعد از قدر سالا وقت شما را دیدم فکر میکردم که شما مرا قبول نمیکنین اما خدا را شکر که مرا بخشیدین و مرا قبول کردین. من دیگه تحمل درد دوری شما را ندارم. خداوند نشانت مادر جان. این قسم نگو لطفا. تو خوب وعده خلافی نمی کنی نه؟ دیگه خواب باز کدام اشتباهی انجام نمیدی. من دیگه وقت ندارم که با مشکلاتم مبارزه کنم جانم. دلت کاملا جمع باشه مادر جان. این بار وعده خلافی نمی کنم. هر قسمی که تو بخوایی اما تو میشه. پس تو به خانهت برو دخترم. تشویش نکن من خودم میرم. درست است مادر جان. خدا حافظ. ببینین محترم شما این قسم داخل رفتن نمیتونید. آقای محترم بشنوین شما را میگم. ما منتظر تو بودم آقا خلیل. یک نفر همیاله به اتاق آقا ترگوت رفته. لطفاً به امنیت خبر بدین زود کنین. ما تو را میکشم ترگوت. حساب کل کارهای که دقیقه بچیم کردیم از تو میگیرم احمق. تو از بچیم چی میخواستی ها؟ مشکل تو همراه ما بود نه همراه بچیم. با این کارت یعنی کل گپا خلاص بشه. ما برای چند دفعه گفتم از کنار دور باش ها.
اگه به گپم گوش میکردی باز هیچ کدام از اینا سر بچت نمیامد. کلش از دست تو است. ما تو را میگوشم احمق. خلیل ما کار خام نمیکنم. اگه با ما ضرر برسونی باز نفرم کار ناتمام تمام خود کرده. ای بار بچت با آسانی نجات پیدا نمیکنم. مستقیم به قلبش شلیک خود کردن. فهمیدی؟ عمر جان خدا را شکر به اوش آمدین. حالا خوب تر هستین؟ عمر جان ما را بسیار ترساندی. حالا چطور هستی؟ درد خو نداری؟ خوب هستی جانم؟ کم دارم اما خوب هستم. خانم اسما شما هم زخمی شدین؟ نه خیر. وقتی شما را نجات میدادم لباسم خون پر شد. من کاملا خوب هستم. هرچی که باشه من قصدار شما هستم. زنده باشین. در اصل اگه متوجه شوین باز شما قرضدار خانم پک هستی. در وقت ضرورت اونا به شما خون داد. زنده باشی پک. خداوند ازت راضی باشه. خواهش میکنم عمر. مهم نیست. مهمی است که تو خوب شوی. تو چه قادم و پس تو به وجدان برآمدی احمق؟ هیچ وجدان نداری که جان انسانای بیگناه را میگیری ها؟ برام بگو تو چه قسم یک انسان هستی؟ خلیل چاقو را از گردنم دور کن. پیش از این که زندگی خودت بگیرم دور کن چاقوی تا. حالا دور باش زود باش. با کی میگم؟ گفتم اوره لابته ایلاش که دیگه زود باش. صبر کنین. ما امروز کدام داد و گرفت ندارم خلیل. هر کاری که تو کنی بچه ضرر خود کرد. اگر دهانتا باز نکنی چیزی نمیشه. اگر نه بچه ضرر خود کرد. موضوع همه قدر است و بس. من شوخی نمیکنم خلیل. این گپ مرا خوب تا مغز جای بده. این از اینجا گم کنین. چی میشه لطفا برام یکم امید بده. باز ما دویده پیشت میم دمید اما تو نمیخوایی میفهمم. چرا جگرخون هستی بچم؟ برم بگو تو خوب هستی؟ خوب نیستم خاله عایشه. بسیار جگرخون هستم. چی شده؟ برم بگو تا یک راه حل پیدا کنم. راستش خاله عایشه او دمت است نه؟ برادر زاده خاله هدیه. خوب ما دمت دوست داشتم. بعد از جدا شدن از ما همراه کسی دیگر رابطه پیدا کرد. اما فکر کنم رابطهشون خوب نیست. یعنی همراه آدم خوش نیست خاله عایشه. تو دمت هنوزم دوست داری؟
بله، بسیار زیاد. یعنی کوشش کردم فراموشش کنم، اما قلبم نتونست رو فراموش کنه. هیچ وقت نمیتونه فراموش کنه. ای که هوره اقدر دوست داری، پس برو همراش گپ بزن. هر حسی که داری واضح واضح برش بگو. هیچ معلوم نیست که فردای ما چی میشه. وقتی که رای خوشبختی را یافتی، باز اجازه نده که از پیشت فرار کنه. با کسی که دوست داری زندگی کردن بسیار خوشایند است. بچیم، قسمی که فکر میکنی عمر قدر دراز نیست. یک دفعه متوجه میشی که با یک پلک زدن سالها گذشته. از این خاطر کوشش که تا او را به دست بیاری. شما راست میگن خاله عایشه. پس اگه دمت من دوست نداشته باشه چی کنم؟ چون هر بار که با هم روبرو شدیم هیچ چیز برام نگفته. اگه با گپ زدن نتونم او را راضی بسازم چی؟ اگه میگی فردا ما همراهت میرم، یک قسم نه یک قسم او رو راضی خود ساختیم. یعنی راضی میشه؟ تجربه خود کردیم. زنده باشین خاله عایشه. این خوبیتون هیچ وقت فراموش نمیکنم. خوش هستم که همراه ما هستین. خوب است که شما همراه ما هستین بچه. به خاطری که همراه ما هستین هر روز دعا میکنم. ما بسیار دیر کردیم بچه، اما شما کسی را که دوست دارین ازش جدا نشین. اگر شما را خوشبخت دیده نتانم، باز او وقت خود مردم. دمت همراه مادرم گپ زدم. فردا شب منتظرت هستن. تو تشویش نکن، کدام مشکل پیش نمیاد. وقت فامیل همراهت معرفی شوند بسیار خوش میشن. پس خداحافظ دیگه، شب بخیر. با دیدن دمت مادرم حتما مشکل جور میکنه، اما خیر باشه. به خاطر درد دادن چتن ارزش داره. خوب آماده باش چتو. بالاخره برد و باخت مسابقه معلوم خواهد شد. آه راستش ترگوت جان، شکر که از شر او خلیل نجات پیدا کردیم. ما دیگه هیچ چیز از خدای خود نمیخوایم. اما بار دیگه او کدام لودگی خود نخواد کرد نی؟ اگه هوشیار باشه باز نخواد کرد، چون میفهمه که دیگه امرای بچه چی کرده میتونیم. اگه این قسم از باز تو چرا هنوزم جگر خون میشی؟ برم نگویی که به خاطر عمر جگر خون هستم. نه جانم، دا وقت اسما شاهد او صحنه بود. از این خاطر کمی جگر خون هستم. خدا نکنه اگه به سر او آدم کدام بلای میامد، باز اگه مرمی به او میخورد. بی جانم، تو هم ناق جگر خونی میکنی. اما آلا خوا نشد دیگه. چیزی که شدنی بود شد، گذشت. ما از شهر خلیل نجات پیدا کردیم. همه چیز خلاص شد. حالا جانم پشت ایگه پای ناق نگرد. بیدار شدی بچه؟ از بیدار شدن هیچ چیز نپرسین خاله عایشه. رو بپرسن که مرا خواب برد یا نه. بسیار هیجانی هستی بچه. در ضمن بسیار مقبول شدی، یعنی دا آینده با اولادتم قصه خود کردی. راستش اگه از دست هیجان زنده بانم حتما قسم میکنم. خدا نکنه، خداوند برتم رو تورانی نصیب کنه. آمین. من دیگه پایین میرم، امی که اومده شدی باز بیا. درست است. توبه بازی مردم کجا رفتن؟ بچیم تو هنوزم اینجستی؟ حالا هر چیزو تر چای تا بخور که ما هم به کار خود برسیم. هنوز بسیار کارهای ما مانده. مادر جان زیاد ضرور نیست، اینقدرم ورخطا نباشین. فقط یک نان تیار میکنین دیگه. در ضمن هنوز تا شب بسیار وقت مانده. آی واه، به فیدان گفته بودم ظرفای نوه بکشه. حال شکستان ده باشیش. جانان
یعنی امشب محفل داره مادر. خاله عایشه، مام شما را میپالیدم، فکر کردم وقت رفتنه. بیاین چای صبح یک جای میخوریم. ما باید همیاله بریم بچه، فردا باز یک جای صبحانه میخوریم، درسته؟ توبه مشکل نیست. اما کجا میرین؟ اگه دور است که شما را برسانم چطور؟ نه خیر بچه، به خاطر چتن به یک کار خیر میرم، بعد از او به خواستگاری میریم. راست میگن؟ یعنی کدام دوست دختر نو پیدا کردن؟ نه خیر نو نیست، بسیار وقت میشه که او را میشناسه. خاله عایشه، ما آماده هستم. نوش جانت بچه. اینا میخواین که کجا برن؟ نه که خانه دمت میرن. لعنتی، این لوده هیچ وقت منصرف نمیشه. اما تو صبر کن، من میفهمم که امروز چی کار کنم. بله دمت، چی گپ است؟ پس مام تو را کمی و تشویش میسازم. میخواستیم شب خانه ما بیایینی؟ پس زودتر آماده شو، میخوایم در ظرف 2 ساعت به خانه ما برسی. چی؟ این گپ حالا برام میگی؟ پس درست است، قد کو دیگه، قد کو تو آماده شوم. من در ظرف 2 ساعت آماده شدن نمیتونم، ضرور نیست، هیچ نمیرم. نه دمت چت یاد نگو. درست است، آرام باش. سیبل، بله سیبل. بله سیبل، عاجل به کمکت نیاز دارم جانم. همیالا خودت اینجا برسان. حالا برات گفتن نمیتونم، زود دیگه خود اینجا برسان. فیدان، برای چند دفعه بگوییم که این سیت قیمتی از دختر، زیاد صافیش نکو که خط میشه، متوجه باش. اشکنی که از دستت نفته میده نشه. بچیم، تو ده اینجا چی کار داری؟ اجازه بده که آمادگی خود بگیریم. مادر جان، در برنامه ما کمی تغییرات پیش آمد. مهمان ما 2 ساعت بعد می آید. خواستم براتان بگویم. چی؟ قدرت، تو چی میگی بچیم؟ میخوایی مرا دیوانه بسازی؟ جواب ما بده بچیم. قدرت، مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در تنهایت نگاه دارش خدا جان. لایف کدیش رو بیتا قلمو مکنه با خدا تردیده کارای سبیت نداشت چی لازم بد کدنش مردم سنگسارش کنه ایره خوبای مردن از کی کارای کده عقل دادش من دروانه سوژه مخیال دوری روی بازگشت و قفانه ساقه چی خیب بدای 3 سال میشم ما تو قیم با گفتی تو ما به عقلم یا کی پروستا ساده پروستا کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوام خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. صبح بخیر خواهر جان. صبح تو هم بخیر خواهرکم. خوش آمدی. امیال چای تازه دم کرده بودم، بسیار وقت میشه که نخوردی. زنده باشی خواهر جان. کدام وقت دیگه؟ من دمت کار داشتم نامده. دمت گفتی؟ تو کدام وقت دیگه دمت دیدی که ده اینجا باشه دخترم؟ خیرت باشه. امرای دمت چی کار داری؟ پس من به خانت میرم، بعدن برات میگم، کم عجله دارم. پس درسته، متوجهت باشی. دمت، باز در کدام فکر غرق شدی؟
چتن در خانه نمی باشه نه؟ شاید باشه و شاید هم نباشه. یعنی امروز که نباشه فردا حتما خود بود. جانم تو به خاطر قدرت این خطره به گردن گرفتی. شاید باور نکنی اما دلم بسیار نارام است. خدا کنه که کدام اتفاق بدی نفته. بیبی دختر این کدام بازی طفلانه نیست. اگه هنوزم چتن دوست داری باز پشت این کار نگرد. نشه که باز کدام کار اشتباه انجام بدی و بعدش پشیمان شوی. آی سیبل و تو هم چیزی گفته نمیشه. ده اصل گناه از مسکه از چیزی میپرسم. نه جانم همین کار درست است. همراه چتن عروسی کردن نمیخوایم زندگی ساده و غریبانه داشته باشم. دستن برش گفته بودم که میخوایم پولدار شوم، یک زندگی راحت داشته باشم. اگه مرا براستی دوست میداشت باز هر کاری که از دستش میامد انجام میداد. تو به خدایا دختر تو چی پوشیدی؟ چرا که خوشت نامد؟ نه بسیار خوشم آمد. یعنی ما با هم بخیر یک جا میشیم. با این مقبولی که تو را دیدم بیخی زبانم بنبن شده مید. تو میخوای مثل عاشقای بخیل خودخواه مرم بخیل خودخواه بسازیم و ترس. خب حالا بیا که برم دیگه. برم دعا کنی جان. موفق باشی جان. خداحافظ. خاله عایشه خدا را شکر که همراه ماستین، اما براتون باید بگویم که دست پای میلرزه. آرام باش بچیم، باز خواه دیدی که کل چیز خوب میشه. سیبل سلام، صبح خیر. خیریت باشه. کاش که به خاک پای شتن رسیدگی کرده بتونی، اما کی میتونی؟ آقا قدرت آدم میشه تا پدرش سرش افتخار کنه؟ لعنتی ازت هیچ چیز جور نمیشه. من وقت ضایع میکنم. خدا را شکر که شتن ندارم. حداقل یک بیادر زانه دارم تا قدر زحمات من بخوام. کاکا لطفاً نگوید. قدرت هنوز خورده است، باید برش کم وقت بده. بچم هیچ طرفداری رو نکن. ما این لودرم میشناسم. اگه قدرت آدم شه باز من گردن خودم میبرم. همیشه تو من تحقیر کردی پدر. چتن راستکار، چتن صادق، چتن با اخلاق. اما قدرت یک لوده بیکاره. میفهمی از این بسیار نفرت دارم. به خاطر تو پیش پدرم اینجا ارزش ندارم. به خاطر از اینکه دستای تو زندگی کنم از این نفرت دارم. چطور فکر کردی من حسابی کارایت نمیگیرم؟ چطور تو چیزی گفتی جانم؟ چی شده؟ میگفتم وقت خانوادم تو رو ببینه خوش میشن. انشالله. خدا کن از خاطر چتن همراهیم رفتار بد نکنن. نمیفهمم چتن همراهیم چه قسم رویه خود کرد. تو در قصه چتن متن نباش. ما و تو یک دیگه خدا دوست داریم. در قصه چیز نباش. من که همراهیت بودم سر کس رای نزنم. راستش ما به خانه دیمیتشان میریم، یعنی به خاطر یک کار خیر. در این وقت خانه می باشه؟ راستش چتن دمت در خانه نیست. پس کجاست؟ تو حتما میفهمی که او کجاست. پس برش بگو که ما خانهشون میریم. چتن جان بسیار متاسف هستم اما دمت رفته که یعنی به خاطر معرفی شدن با خانواده دوست پسر خود رفته.
ساقه چی خیلی بدای 3 سال میشم ما تو قیم با گفتی تو ما بقلم یا کی پروست ساده ام پروست تو نمیفهمی گپای ما تو در شوخی ای میدانی رفتنی تو رنگی بوی دوخی ای عادت که تو قگیده بسوسی خیلی ما سوختم پیشی بسیار نامرد شیشتم در دل ما گفتم ما رنگی زمین بدم کیو مکدک جفتم نخوام آدم بدم روا دیدی میقدر در دروغ بده خاینه امیگا پای جان و جگر در طرفی با قدم نممکن تو دا و بال میشه ای من وای دیگه کستی فلیست سال میشه مگه زرای روزارم ارتیرم و بانس برای درا دیلی ما در اخرانه در کارنس بخشش نکه ایجا بطر بازار نه. خب دیگه شادخت مقبول من آماده هستی؟ عشق دیگه چیه ها؟ کدام دختر نمیخواه که عروسی خانواده ای کلان شوه؟ بیا دیگه بالا این باور داشته باش. بیا دیگه نشرم ما و تو با هم وعده کرده بودیم که ازم دیگه هیچ وقت جدا نمیشیم. بیا دیگه جتن لطفا جتن صبر که بچه لطفا مرا تنها بانین خالایشه ما چرا چطور تنها بانم وقتی تو در این وضعیت باشی تنها مانده نمیتونم بعد اگه از پایین رفتم تباه شدم خالایشه بچه ما آمدیم. معرفی میکنم سلطان قلب ما دمید. سلام خانم. یعنی چی که سلطان قلبت؟ دمید عزیزم تو برو یک دفعه دستروی تبو شوی فیدان خواهر میشه ایره کمک کنی به خاطر که بلد نیست. تو میخوای قلب مرا استاد کنی؟ با کدام عقل و دختره اینجا آوردی؟ با تو یک خانواده کلان پویراز رفته یک دختر دهاتی لودره اینجا آوردی بچیم؟ حتی تشنابشانم شکست. حتی از اتاق مکده اینجا کلانتر است. من اینا را فقط در فیلم دیده بودم و بس. دختر عشق و احساسات در جایش بان. یک بار فکر کن باورت میشه تمام اینا از تو میشه. این خانه تمامش از تو میشه دمت. مادر لطفاً در زندگی ما غرض نگیرین. ما دمت دوست دارم. ازتون میخوایم کمی خوب رفتار کنین. لطفاً از زیادتر گپ نزنین. خانم کاکا قدرت میشه بگوین چی گپ شده؟ دمت خیریت باشه تو اینجا چی میکنی؟ دمت امرای ما آمده.
دوست دخترم هست. چی؟ تو چی میخوایی بگویی؟ این کار قزن انجام میکنی؟ به خاطر که بیادرم آزار بیتی تیره اینجا وردی مرچه زرد؟ تو هیچ نمیشرمی؟ هیچ عقلت کار نمیکنه تو چی میکنی؟ بس از دیگه کولگی را بشنوه. من دمت دوست دارم. اگه بخواین یا نخواین من دمت دوست دارم. اما تو غیر از خودت دیگه کس دوست داشتن نمیتونی. تو چه قسم یک آدم پسته بی وجدان هستی ها؟ تو کوشش میکنی خود یک انسان خوب نشان بدی ها، اما بسیار بی وجدان هستی قدرت. متوجه گپایت باش اسما. با خود بیا و همراه ما درست گپ بزن. من خوب بفهم که چی بگویم خانم کاکا. آفرین آفرین به شما. من نمیفهم بای پلانایشی بتان بخواین چی را بز باد برسانین بگوین نی؟ سلطان ما بیا که دور میز بریم. بسیار گوش نشدیم. نانم مزه‌دار معلوم میشه. هیچ باورم نمیشه. خداوند لعنتتان کنه. بیادر جان ما منتظر شما بودم. الان بیا که بریم بیرون با هم گپ بزنیم. بعدن اسما هیچ حوصله ندارم. بیادر گپ مرد نکن. حتی خالای شرم گرفته با هم یک جا میریم. درست نیست؟ نمیخوایم اسما لطفا زد نکن. بیادر جان لطفا به گپایم گوش کن. قدرت یک بار همراهی ما بیا. چی گپ است دیگه مادر؟ چرا مرا اینجا خواستین؟ چرا؟ ها؟ چرا امروی دمت روی درست نمیکنی؟ بچه‌ام اسما چی میگفت؟ او دختر قبلا دوست دختر چتن بود. برام حقیقت بگو. اسما چرا قدر زد میکنی؟ چرا نمیخوایی که من داخل برم خیرت باشه؟ پس شو. حالا چی خواهد شد؟ دمت؟ تو اینجا چی میکنی ها؟ خیرت باشه باز چی شده؟ اوه خوش آمدی چطور؟ کدام گپ خاص نشدن؟ دوست دختر ما به خاطر معرفی پیش مادر ما آوردی. تو چی گفتم میری ها؟ نه که خواهر شده چطور؟ گوشایت نمیشنوه؟ گفتم دوست دختر ما به خاطر معرفی آوردیم. دمت ای حقیقت داره؟ بله حقیقت داره. کدام اعتراض داری؟ لعنتی ما طرف. چتن صبر کن. تو هیچ خجالت نمیکشی دمت؟ بشنوی دمت؟ برو در قصه ما نشو. حداقل محبت بیادر من خود زیر پا نمیکدی. متوجه گپایت باش اسما. همراهش قسم گپ زدن نمیتونی. ما یک دیگه خدا دوست داریم. به خاطر هیچ کس نمیخوایم از عشق خود تیر شویم. بس که دیگه تو میخوای با جزا شنایت همه گیر افره بیدی ها؟ همیشه وقت کوشش کردی کار دلت انجام بیدی ها؟
جای تصف است. ما مثل توی دختر به شرم ندیده بودم. تو لوده همیشه خواستی امروی بیادرم بخیلی کنی. ای بیادر لوده تو چی داره که بخیلی کنم؟ متوجه گپ زدنت باش. گپت به اندازه دانت بزن. از خاطر که زحمتکش هست امروش بخیلی میکنی؟ چون که در کار مهارت داره امروش بخیلی میکنی؟ البته تا امروز تو از خود هیچ لیاقتی نشان ندادی، اما بیادرم از زیاد لایق است. از این خاطر زورت میته. متاسف هستم. و جایی که با بیادرم اخذادت و بخیلی کنی بهتر است به خودت یک شخصیت بسازی تا بتانی یک انسان خوب شوی. بس از دیگه است، ما از حدت مگذری. راست میگین خانم کاکا. وقتی ما کدام کار میکنیم بازو بد است، اما وقتی که بچه تو دوست دختر بیادرم گرفته به خانه میاره باز بد نیست. اما تو نیست خانم کاکا؟ اسما به نظرتان من دروغ میگم؟ برو من کار بد میکنم. من براتون دروغ میگم، اما یک بار طرف بچه تان ببینین. شما باور میکنین که قدرت براستی دمت دوست داشته باشه؟ اسما درست است دخترم، اما قبس است. تو هم دوستت گرفته از اینجا برو. هم خدا و هم دوستت از دی بیشتر نشرمد. تاکسی اومد. اون موتر تعقیب کنین. کار هستی چطور؟ نمیشنوی؟ دوست دختر ما آوردیم تا با مادر معرفی کنم. ما هم دیگر بسیار دوست داریم. با خاطر هیچ کسی از خوشی‌های خود منصرف نمیشیم. ما دیگه باید برم. کجا میره ملکه؟ ما بیازو هنوز چیز نخوردی. قدرت بیازو به اندازه زیاد گدودی شد. اجازه بده که بره. دمت صبر کو. دمت منتظر ما باش. دمت ملکه ما چی میکنی؟ اجازه بده قدرت، لطفا اجازه بده که برم. لطفا قسم نکن، من تو را میرسانم. لازم نیست که برسانی، من خودم تاکسی میگیرم. نه خیر نمیشه، لطفا گوش کن، موتر است، من میرسانمت. حالا دیگه دیگه بیادر کمی تیزتر برو. خواهر جان کوشش میکنم دیگه نمیشه زیادتر. خودت کمکش کن. دعا کو قدرت که بیادر من چیز نشه. اگه او را چیزش باز حسابش خود دادی. نه کاکای، نه خانم کاکای سر نجات داده خودتان است. چطن کدام دیوانگی نکنی. من نمیخوایم تو را از دست بدم. ای با تو از دمت. خدایا من درست قسمه که تصورش کرده بودم. بسیار تشکر چته. دمت خدا را شکر بعد از لحاظ پولی هیچ مشکلی نمی داشته باشه. یعنی دیگه به خاطر عروسی ما این چیز نمیتونم مانع ما شود. دمت من میخوایم یک چیز برات بگویم.
تویی که همسر آینده ما باشی دمت ها. غریب بودم اما محبت من نسبت به تو واقعی بود. پول قدرت هیچ وقت نمیتونه جای محبت ما رو بگیره. حالا چی خواهد شد؟ هیچ چیزی نمیشه، تشویش نکن. تو فکرت با این چیزا مخشوش نکن جانم. یعنی واقعا به خاطر که چتن حسودی کنم مرا خانه تان بردی؟ خب چتن پس تو رو دوست داره؟ با محبت چتن باور داری اما با محبت ما باور نداری ها؟ زیاد روی نکن، سوال من جواب بده. ما به خاطر هیچ کسی تو رو به خانه نآوردیم، فهمیدی؟ نمیفهمم تو رو چقدر دوست داشتم. ما تو رو بسیار دوست دارم و هیچ کسی ما رو جدا ساخته نمیتونه. باید چتنم تو رو فراموش کنه. چرا بر من قدر درد دادی دمت؟ اونجاست، مادر بیادر اونجاست خلاشه. حالا بیادر کمی تیزتر برو لطفا. حالا نه، بزرگ میکنم خدایا لطفا وقتی از پشت بچه میرم مانع من نشو. بیادر کمی سرعت بگی. نمیشه خواهر جان، سرک تا و پیش داره، حادثه خود کردیم. لطفاً طرف دست چادر بخور لطفاً. دار خمه خورم اما ایرا بسیار خطرناک است. نمیفهمم چرا در ایرا آمده. با فرمایش شادخت ما به قصر رسیدیم. قسم لبروی تکشال نگی، با ما سل کن. هیچ گپ قابل تشویش نیست. تو مرا دوست داری و مام تو را دوست دارم. دیگه چیز برای ما مهم نیست. دمت لطفاً اجازه نمیتونم قسم خانه بریم. بیازو همیره میخوایم که همیشه همراه تو باشم. آفرین، خنده کن. ای آمدنت حساب نشد، چون چیزی را که ما و تو میخواستیم قسم نشد. دمت برم زنگ بزنی. چاتین بچیم ارزش داشت. دیدی که قصدهای خدا چه قسم ازت میگیرم؟ حال خاط فهمیدی که تنها ماندن چی درد داره. تو خدا با قدرت زدی، دیدی جزایته. حالا از کدامتان انتقام بگیرم ها؟ از کدامتان؟ همیشه میخواستی دمت، حالا خوش هستی؟ دمت ای حقیقت داره؟ ما تو را بسیار دوست دارم و هیچ کسی ما را از هم جدا کردن نمیتونه. باید چترینم تو را فراموش کنم. قدرت راست میگه. تو یک تصمیم گرفتی دمت، قدرت را انتخاب کردی. چتنام باید ایره قبول کنه. عشق خدا در قلبش دفن کرده. ای پیوند ما و قدرت قبول خود کرد.
چتن میادر میادر این کار نکن بچه صبر کن میادر نزدیک نشین خوش کنین نزدیک نشین فهمیدین میادر جان قربانشم میکنه نکن نیاز قدرت هم میرم میخوایم اجازه ندی که خوشم خواهش میکنم قسم نکن بچه هنوز جوان هستی راه درازی ده پیش روی داری مطمئن هستم از تمام این بدبختی ها نجات پیدا میکنی و ما هیچ آینده باقی نمانده قدرت همه چیز از ما گرفت تمام چیزی که داشتم او را قدرت از ما گرفت قربانت شما به قسم نکن اگه به خود دل نمیسوزاری به ما دل بسوزان باعث عشقای کسایی که دوست دارن نشو خودت از ما نگی خواهش میکنم دنیای بزرگ دیگه هیچ کسی وجود نداشت خاله قدرت بدون لیمیت دیگه کس را نتونست پیدا کنه ما چطور تحمل کنم چطور تحمل کنم بلیاس خدا چطور تحمل کنم میگذره بچه خداوند درمان هر درد است حالا بسیار درد میکشی میفهمم اما با مرور زمان آرام میشی اگه این دردا خلاص نشه انسان چطور تحمل خواهد کرد حتی اگه سنگم باشه آب میشه میگذره بچه میگذره چته تمام مشکلات هم میگذره خداوند بزرگ است همه چیز میگذره قدرت کجا میری؟ ای کجا برم مادر به اتاق میرم مادر تو چی میکنی دست میلاکو؟ ده اصل تو چی میکنی؟ اسما عقبه جانب بود به خاطر در دادن بچت کار میکنی نی؟ چی ربطی داره ها؟ من وقت خدا به خاطر در دادن بچت ضایع نمیکنم قدرت اگه پدرت بفهمه باز چی خواد کردی؟ با او چی جواب میدی احمق؟ وقتی که روابطتان قدر خوب شده چرا این کار میکنی؟ وقتی که بشنوه قیامت برپا میکنه متوجه هستی؟ مادر با اون که بشنوه ما کدام جرمی انجام ندادیم کسی را به قتل نرساندیم ولی فهمیدی دوست داشتنم گناه نیست باندگه قدرت بلیاز خدا تو کی را فریب میتی بچیم؟ دختره را که تا طرفش سیلم نمیکدی گرفته به خانه آوردی تو فکر میکنی نیتت نمیفهمم صرف به خاطر در دادن بچت کار میکنی بی بچیم صرف به خاطر چتن روابطت با پدرت خراب نساز پدرم خودش باید تصمیم بگیره اگر یک کمیان برای مرزش قایل است مادر جان از چتن نه از ما طرفداری کنه ای احمق بیبی برات راه دادم برو دیگه چرا پیش روی مرا میگیری؟
ای احمق چی میخواه؟ ای چی میکنه؟ ای آقا شاهین نیست؟ بله شاهین است. حالا فهمیدم که چرا این کارم میکنه. بازم کدام چیزی میخواید. تایید باشه آقا شاهین. حال نیکی با رهزنی شروع کردی چطور؟ رهزنی کار من است. گپ من میزنم و میرم. تشویش نکن، نترس. همراهت کار ندارم. ما از سگانه میترسم شاهین. هر چیزی میخوایی بگویی بگو و باز برو. بزرگا گفتن که نزدیکای انسان براشون بیشترین درد میده. کارهای مادرم زیاد نبود که بازم همون گپ تکرار شد. یک بار دگام از نزدیکایم ضربه دیدم. بیادر دقیقش نشو. لطفا خدا جگر خون نساز. بانر کاری را که میخواین انجام بتن. اونا ری قسم نمیمانم اسما. حساب کارایشون دانه دانه براشون میتاب. این کارا چی معنی داره بچه؟ مشکولی کدام کاری نکنی. با قهر و غضب فقط به خود ضرر میرسانی. تو متوجه زندگی خود باش. خدا جگر خون نساز. همه چیز گذشته مان. لطفا دیگه درباره گذشته فکر نکن. خلاص شد بچه. همه چیز خوب خود شد. درست است بچه؟ گفتم درست است. آفرین به شما. حالا دیگه بیا که خانه بریم. تو میفهمی که چی میگی شاهین؟ بله. ازت میخوایم که از این قرارداد منصرف شیم. یعنی صرف به خاطر که تو میخوایی ما از این قرارداد منصرف شم. اما تو راست؟ قبل از اینکه تصمیم بگیری یک بار درست فکر کن. چیزی به فکر کردن نیست شاهین. ما به گپای دیگران زندگیم پیش نمیبرم. ای که از قرارداد منصرف شم اصلا امکان نداره. گپ آخرت همی است؟ بله گپ آخرم همی است. دیگه قسم سر رای من نگیری. اگه گپی با گفتن داری با دفترم بیا و آدم واری گپ بزن. با تو یک توصیه دارم آقا تورگل. قبل از اینکه تصمیم آخرت بگیری خوب فکر کن. آماده شوی. تورگو تا توسط بچهش رام میسازی. ینگه ببینی آسیا مادر به ما چه چیزای مقبول خریده. مادر جان خوش آمدین. زنده باشین. به زحمت شدین. به خوشی استفاده کنین. خب خیرت باشه. اینقدر ناوقت شده هنوز کسی نامده؟ آمدن اما زود پس رفتن به خدا. آسیا مادر کاش که میدیدی که چی گپایی شد. چی گپ شده فیدان؟ برم بگو دخترم. مادر جان چرا به گپای فیدان گوش میتین؟ مثل همیشه بازم زیاده روی میکنه. چنار دوباره چتنا اسما را گرفته به چکر رفتن. همی گپ است. چکر بزنن. هرچی نباشه وقتشان بسیار کم است.
راست میگین مادر جان. گشته بسیار خسته شدم محروس. با اتاقم رفته استراحت میکنم. درست است؟ جانم خوش آمدی. اما تو را خوش نمیبینم. چی گپ شده؟ چیزی شده؟ چیزی نشده زندگی. نمیفهمم چرا این قسم میگی. آها کم خسته استم از امی خاطر است. حالا دیگه بیا با هم یک قهوه گرم نوشیده خستگی خود رفع بسازیم. خوب میشه. دیگه تا چه وقت او را فریب میتی زحل؟ بالاخره در مورد کارای قدرتم خبر خود شد. بازو وقت چی خود کردی؟ جانان ما هنوزم باورم نمیشه که همراه قسم یک کار کرده میتونه عمر. به نظرت از ماکل سابقت کسی بوده میتونه؟ باور کن من خودش نفهمیدم که کی کار کرده عمر. نمیفهمم. امکان داره. ببینیم که پلیس چی پیدا میکنه. نمیفهمم مثل تو یک انسان خوبه کی برش ضرر رسانده میتونه عمر جان. امیدوار هستم خدا زده هر چیز زودتر جزای خودت ببینه تا که ما راحت شویم. اینقدر گناه کلان انجام دادی که راه برگشت وجود نداره. ببینم بعد از این با چشمای بچه چطور خواد دیدی. ترگوت اگه بشنوه بسیار بد خواد شد. از کارهای قدرت اصلا نباید خبر شوه. بفرمایین آقا ترگوت. زنده باشی جانان. نوش جانتون. خوش آمدین. خوش باشی بیادر. چتن بچیم سلام یاد نداری؟ بیا اینجا بشین امروی کاکایت کمی گپ بزن. بعدن گپ میزنیم کاکا. میخوایم کم استراحت کنم. حیرت باشه چتن تو را میگم بچیم. چتن تو را میگم بچیم. بانش دیگه ترگوت گفت که خسته هستم. خانم کاکا دیگه درباره کارهای بچه‌ت برش نگفتی چطور؟ درست است اسما چپ باش. زحل چی گپ است؟ قدرت باز کدام کاری کرده؟ نه خیر ترگوت. نه خیر چیز مهم نیست. فقط امرای چتن بیادرش کم گفتگو کردن. من امرای قدرت گپ زدم. ازش معذرت میخوایم. موضوع بسته میشه. دوست قبلی بیادرم به خونه آوردم دیگه این معشوقیم است. و حالا پشیمون شدم. میخوایم معذرت بخواه. چی؟ راست میگه زحل؟ ترگوت قدر زود قهر نشو. اونا هم دیگر دیدن عاشق هم شدن. چی کنیم؟ ترگوت خواهش میکنم آرام باش. آفرین است ما به تو. بازم دهنت بسته کردن نتانستی. چطور تانستی کار کنی ها؟ چطور تانستی؟ تو آدم هستی وجدان داری؟ اما پدر خوش کنی مرا پدر نگویی. خوش کنی به من پدر نگویی. اولاد من مثل تو به وجدان و به حیثیت بودن همه تانا. تو ماه شرم خانواده ماستی. افسوس با تو. ترگوت قربانت شوم. قسم نکو. قدرت گناهی نداره. بالای قلبش حاکم شده نتونسته عاشق او شده. چی کنیم دیگه؟ مداخله نکو زحل. به از او به خاطر همین طرفداریای تو به این روز رسیده. تو از جان چتن چی میخوایی به حیا؟ همه قدر کارهایی که در حقش کردی کافی نیست. فکر میکردم که ما تو واقعا پدر و بچه هستیم، اما اشتباه میکردم. همیشه فقط با تو یک نفر ارزش داشته و هم چتن است. اما فراموش نکن اولادتون معصوم. ما کاش که یک بار میشد که از چتن از من طرفداری میکنی پدر. از تو چیزی زیادی خواستیم. ای به حیاره بیبی، ای به شرفه بیبی. بدونی که به شرمه از من میخواه که طرفداریشان بکنم. تو زندگی فوتبالی او را از پایین بردی. این کافی نبود.
که به دوست دخترو چشم دوختی؟ تورگوت او یک اشتباه کرده دیگه، اینقدر بالایش فشار نیار لطفا. این بار اول نیست، بار دوم نیست، بار چندم است. به خاطر احمق چتن زندگیش تمام میشه. دیگه بس است. عزیزیات نمیخوایم نام چتن بشنوم. قدرت قدرت صبر کن بچیم، لطفا نرو. قدرت خدایا چی میشه برم کمک و تا اولادایم متحد بسازم. بیادر دشمن بیادر نشه خدایا. قدرت بچیم صبر کن نرو. چی میشه؟ قدرت بچیم. کاشی لحظات هرگز خلاص نشه. همیشه در کنارت باشم.